سخن رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم. بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، امروز از این کتاب مبارک اصول سنه از امام احمد، یکی از شخصیت‌های معتبر و معروف در عرصه اسلام است، نصرت دهنده سنت، که ما در نقطه رسیدیم که در بیان ترک جدال و مناظره در دین بود. در این نقطه ما قرار گرفته بودیم. امام احمد رحمت الله علیه می‌فرماید که و ان لا یخاصم احدا ولا یناظره، و با هیچ کس در این زمینه، در این منظور از این زمینه نقطه بالایی که ما در درس گذشته در باب دیدار الله سبحانه و تعالی صحبت کردیم، در باب صفات الله و دیدار الله صحبت کردیم، می‌فرماید که با هیچ کسی در این زمینه مجادله، بحث، مناظره نمی‌شود. می‌فرماید که ولا یتعلم الجدال، و جدال هم آموختن نمی شود. فإن الكلام في القدر و رؤیت و القرآن و غیرها من السنن مکروه و منهی عنه، و خاطر آن چرا که سخن گفتن در مسئله قدر و دیدار الله، رؤیت الله و قرآن این مکروه یعنی حرام است و از آن چیزهایی است که شریعت آن را نهی من کرده است. منهی عنه لا یکون صاحبه و ان اصاب بکلامه سنه من اهل السنه. این نقطه می‌فرماید که و هیچ کس در این مورد و مانند اینها به جدال می‌پردازد، هرچند اگر با این جدالش به سنت برسد، من اهل سنت حتی یدع الجدال و یسلم و یؤمن بالاثر، از اهل سنت نمی باشد تا اینکه جدال را رها کند و با احادیث و آثاری که در این رؤیت در این مورد ذکر شده است به آن ایمان بیاورد. یکی مقصد مؤلف امام احمد این است که بحث و مناظره در دین حرام است. وقتی که شخص درباره آیات‌های الله جدال میکند و بحث میکند و او را انکار یا که تعویل میکند، که میفرماید این شیوه اهل بدعت است. از همه راه آسان ترین اهل بدعت را شناختن که اهل سنت است یا که اهل بدعت، این دو چیز است. اهل بدعت کتاب الله را دلیل نمیگیرد، سنت پیامبر را دلیل نمیگیرد، یا کتاب الله را دلیل گیری و سنت پیامبر را دلیل گیری، آن را به شیوه خود تعویل یا که تحریف میکند، کلام اهل علم را در این باره نمیگیرد. برای این شیخ میفرماید که بحث و جدال به ناحق و دفاع از باطل یا که اهل باطل این از گناهان کبیره و بزرگ است که در بالا ذکر کرده بودیم. از عایشه رضی الله عنها روایت است که ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، این که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان ابغض الرجال الی الله الد الخصیم. البته بدترین مردم، گوش بدهید، بدترین مردم در نزد الله کسی است که در نزاعها آشتی ناپذیر است، در جنگ و نزاعها کشم و کشی میکند و با سوی حق راهنمود نمیشود. الد الخصام، آن کسی که در بحث کردن از حق روی میآورد. انگار بیان شد براش، از حق شما میگند روی میآورد. البته آن کسی که در بحث کردن از حق روی آورد، البته که از حق دور میشود. و آن کسی که رقابت را دوست می‌دارد یا که نشانه مهارت دهی خود را می‌نماید یا که شکست مراقب خود و دیگر چیزها را پی می‌برد، همه اینها راه‌های به سوی هلاکت است. با دلیل بر کسی یا چیزی با مردم مغلوب شدن، بر بالای مردم مغلوب شدن، مردم مغلوب کردن، پس این گونه بحث مناظره باطل و از حق دور است که هم خود را از حق دور می‌سازد، هم مردم را از حق دور می‌کناند. و نقطه دیگر را میتونید اضافه کنیم که هم وقت انسان رو میدوزد میگیرد. همین در شبکه‌ها میبینیم بعضی بحث‌ها مناظرات 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت است، از این بحث‌ها هیچ فایده‌ای نیست. اگه کلی هم بحث گوش نمیدید، همین بحث در 10 دقیقه جمع‌آوری کرده میشود. پس ما این بحث 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت رو در 5 دقیقه 10 دقیقه جمع‌آوری کرده نمیتونیم، مگر اگه ما پایبند کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و باشیم. عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه یک از خلیفه‌های بزرگ است که عصر این بزرگوار رو عصر ذهبی میگویند، عصر طلایی میگویند، به خاطر بیان نصرت حق و مردم بر حق پیوستن و همچنین عصر سیرو پری. یکی از خلیفه های بزرگوار است. میفرماید کسی دینش رو هدف مجادله و مناظره و مشاجره قرار دهد، بیشتر در دین انتقال مییابد. یعنی هر کسی که فقط دینش رو مورد بحث مناظره و کشمکش قرار دهد، بیشتر در دین انتقال یافته است. از اینجا در آخر به هیچ چیز نمیرسد، چون قلب رو به سوی حق شده نمیکند. امام مالک ابن انس رحمت الله علیه نیز روایت میکنه، میفرماید که مجادله در دین الله امری است که آن را ناپسند میدانیم، خوبش نمیشماریم این را و از آن نفرت هم داریم. و میفرماید امام مالک و پیوسته اهل این سرزمین
از آن نفرت هم داشتند و این مجادله را ناپسند هم میدونستند و از آن نهی هم میکردند. و میفرماید که همچون مجادله و سخن گفتن در مورد دیدگاه جهم و تقدیر و شبیه اینها مانند اینها، یکی مجادله که اهل بدعت از جهمی ها یا که در باب تقدیر اگر در این اضافه نمایم اشعری ها، ماتوریدی ها، هر طایفه که دیگری که هست صوفی ها. و امام مالک میفرماید که و سخن گفتن رو دوست ندارم مگر آن سخنی که برای آن عمل باشد. سخن گفتن دوست ندارم مگر آن سخنی که برای آن عمل باشد. اما در مورد سخن گفتن و مجادله در دین الله، در مورد ذات الهی، خوب گوش بدید، در مورد ذات الهی جنگ و بحث ها کردن، مجادله کردن، میفرماید امام مالک سکوت نزد من محبوب تر است، خاموشی در نزد من محبوب تر است. و میفرماید به خاطر آنه که اهل این سرزمین رو دیدم که از مجادله در دین نهی میکنند و در آنچه که مجادله در آنچه که در آن عمل نیست از آن نهی میکنند. ابن عبدالبر در جامع البیان العلم در مجلد دوم این را ذکر نمودند. میفرماید که شخص از اهل بدعت به نزد ابو ایوب سختیانی آمد و بر او گفت ای ابوبکر از تو در مورد کلمه های میپرسم، یعنی از تو میخوام یک چند کلمه های از تو یک چند چیز از تو بپرسم. این هنگام بود که ایوب از او روی گردانید و با انگشتان خود اشاره کرد، گفت حتی نیم کلمه هم چیز نمیخوام از تو بشنوم، چون و شخص اهل بدعت بود. اجوری در شریعه در صفحه 58 این رو ذکر کردم، این نقطه را. و همچنین این سخن از اوزاعی هم ذکر شده است، از مالک هم ذکر شده است، به مانند این روی گرداندن از اهل بدعت، چون اهل بدعت برای انسان هیچ خیر را نمیآورد بلکه او از راه حق دور میکند. حسن ابن علی البربهاری رحمت الله علیه میفرماید که و کلام یعنی سخن و مناظره و خصومت خاصتا در قدر نزد همه فقیهان نهی شده است. و بربهاری میفرماید که به خاطر آنه که قدر این سری الله است و الله سبحانه و تعالی انبیا را، پیامبران را از سخن کردن در قدر منع کرده است و رسول الله صلی الله علیه و سلم از بحث و مناقشه در موضوع قدر را هم منع کردند و اصحاب رسول الله صلی الله و تابعین، عالمان و پرهیزگاران این امت آن را حرام دانستند و بحث مناظره را در موضوع قدر منع کردند گفتند. و بربهاری میفرماید که پس بر تو لازم است که اقرار شدن، بر این اقرار شدن اقرار کردن و باور و اعتقاد داشتن بر آن چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در جمله اشیاء گفته است. لازم است بر این اقرار باوری و سکوت در آن چیزی که ذکر نکردن. و مراد از جنگ و جدال در اینجا علم کلام است. علم کلام در مو فلسفه میگن، فیلسوفی. میفرماید هر کسی که اگر بر این علم بپردازد در دیلش دوچاری وسوسه و مشکلی و شک و تردیدها پیدا میگردد. و سلف صالح در بیان مذمت علم کلام و برحذر داشتن مردم از این ذکر و یادآوری ها کردند. امام شافعی رحمت الله علیه میگه که هر بنده مرتکب عمل شود، هر بنده ای که اگر بنده مرتکب عمل شود، هر بنده ای که اگر بنده مرتکب عمل شود، یگان کار شود که الله متعال از آن نهی کرده است بجز شرک، مرتکب هر عمل شود که الله آن را منع کرده است بجز شرک، مرتکب هر عمل دیگر شود که الله منع کرده است، برای او بهتر است از این که مبتلای این علم کلام شود، در این مبتلا بگردد، مبتلای علم کلام شود. و میفرماید امام شافعی و از این صاحبان کلام متکلم میگن اینها را همچنین به چیز اطلاع نیفتم و گمان نمیکنم که مسلمان آن را بگوید. ابن ابی حاتم در ادب شافعی این را ذکر نمودند، در سنن همچنین. و ربیع ابن سلیمان روایت است که میگوید که محمد ابن ادریس شافعی با مرد از اهل عراق مناظره کرد و چون آن شخص یک اندک کمی از علم کلام یا که کمی به علم کلام میل داشت، میگوید شنیدم که امام شافعی به وی میگفت، وقتی با او بحث میشد، میگفت که امام شافعی این سخنی که تو میگویی این از مبحثا از سخنان کلام است، از کلام است. این سخنانی که کلام است اینها را رد نما، اینها را ترک نما، رها کن، از سخنان متکلمین است، رها کن. و امام شافعی فرمودند که در آخر که هر کسی که در علم اگر تعصب داشته باشد، در علم کلام یعنی در نزد مردم سخنش باطل است،
و میفرماید امام شافعی که اگر بنده پروردگارش رو به هر گناه جز شرک ملاقات کند، برای او بهتر است این که الله رو با یکی از این بدعت‌های علمی کلام ملاقات کند. یعنی که بجز شرک به هر گناهی که بنده با پروردگارش ملاقات کند برایش بهتر است از این که با علمی کلام پروردگارش ملاقات نمیاد. چون وقتی در تاریخ میخوانی بزرگواران بزرگ اندیشمندان در علمی کلام داخل شدن دیگه خارج نشدن، داخل شدن دیگه نبرآمدن، حتی از دین هم بیرون شدن. به مثل ابن سینا اگر ما مثال بیاریم، به مثل این باز زیاد است. ابن عبدالبر رحمت الله علیه میگوید که اهل علم و حدیث در همه شهرها اتفاق کردند. یعنی ابن عبدالبر زمان خود رو میگه تمام اهل علم در همه شهرها در همه دیار اتفاق کردند که اهل کلام اینا اهل بدعتن و از گمراهانن و میفرماید که ابن عبدالله که آنها که همین اهل بدعت، همین کسانی که علم کلام با علم کلام مشغول هستند، همه اینها در تمام شهرها موافق گفته علماها اینها از اهل علم نیستند، بیرون از اهل علم هستند و گفتند که علماها کسانی هستند که اهل حدیث هستند. علماها کسانی هستند که آنها اهل حدیث هستند. در جامع البیان العلم و فضیلت آن در مجلد دوم ذکر کردند. و بغوی رحمه الله تعالی میگه که علمای سلف از اهل سنت بر نهی نمودن و جدال نمودن و مشاجره کردن در علم کلام را منع کردند و علمای سلف از اهل حدیث نهی نمودن در بیان جدال نمودن و مشاجره کردن در باب صفات را نیز منع کردند و از کنجکاوی آن نیز منع کردند و می‌فرماید که در علم کلام و آموختن آن نیز اتفاق نظر کردن بر ناآموختن آن در شرح سنت. و بر بحری رحمت الله علیه میگه که و بدان که هرگز زندقی و کفر و شکها و بدعتها و گمراهی همه اینها و حیرانی در دین نبود. و بدون میگوید هرگز در انسان زندقی، کفر، شک، بدعت و گمراهی و حیرانی در دین نبود مگر اینکه سبب آن این علم کلام بود و اهل کلام بود و بحث مناقشه و خصومت در این چیز بود در شرح سنت. و میفرماید که چگونه مرد در بحث و خصومات و مناقشه جرأت میکند در حالی که الله سبحانه و تعالی میفرماید لا یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا. در آیات های الله مناقشه نمی کنند مگر کسانی که کافر شدند در سوره غافر. و بر تو تسلیم شدن از بر آثار سلف و باز ایستادن و سکوت کردن بر تو لازم است. حافظ ابن رجب رحمت الله علیه میگوید که هر کس جایگاه و منزلت سلف را بداند و بشناسد میداند که سکوت آنها بر آنچه که آنها سکوت کرده بودند در بخش های کلام و بسیار جنگ و جدال و مشاجره از روی جهل نادانی نبود و از روی کوتاهی هم نبود. سکوت آنها یعنی میفرماید از این رو اگر هر کسی که راه آنها رو پیش بگیرد در حقیقت هدایت یافته است. هر کسی که راه سلف صالح رو پیش بگیرد در حقیقت هدایت یافته است و هدایت شده است. و هر کسی که راه غیر آنها رو پیش بگیرد و وارد سوالهای زیاد و بحث و مناظره و جدالها و قیل و قال میگردد و در آخر گمراه و راه را گم میکند. اگر هر کس رو دیدیم که در این چیز میپردازد، در قیل و قال، در بحث مناظره، جنگ و جدال، همین سخن میفرماید که بیانگر فضلی ان همین سلف صالح میگردد. کم سخن میگفتن، بحث مناظره ها در علمی کلام نمیکردن. این نقطه در باب فضل علمی سلف بر خلف از حافظ ابن حجر، حافظ ابن رجب ذکر شده است و میفرماید که بسیار جای عجیبیش است، یک بسیار جای عجیب است با اینکه مذمت و نکوهش علم کلام از دیدگاه سلف صالح و سببهای آن نهی شدگی است و کنجکاوی در آن ذکر شدگی است و منع شدگی است. اما با علاوه بر این برخی از مردم رو میبینی که در اسلام وارد این علم کلام هم میگردند. حتی بر مردم آگاه روشن شده است که بعضی از مردم داخل شدن و دیگر نبرآمدن، گمراه شدن، زندیق شدن، کافر شدن، مشرک شدن، اهل بدعت هر چیز شدن. نه که از این نبرآمدن، علاوه بر این دونستن اینها باز مردمان رو میبینی که علمی کلام میآموزن، وارد این علم میشن. اگر تو حقیقتا میگه تو بینگری، نیاز بر این هم نداری. برای تو ادله، دلیل های شرعی در دین و سنت پیامبر و اقوال سلف صالح بسنده است.
عملکرد آنها برای ما بسنده است. حافظ ابو عبدالله ذهبی رحمت الله علیه میگوید که بر هر انسان تصدیقی اجمالی هر چیزی که رسول الله که الله و رسول الله آورده است لازم است، واجب است. هر چیزی که اجمالاً مختصراً در کتاب الله یا که در سنت رسول آمده است این رو باید تصدیق اعتقاد باوری کنی. این واجبی حتمی است و نسبت بر دین یک اعتقاد جازم و قوی داشته باشه. و میفرماید ذهبی که و هر کسی که اگر دیلش بر این آرام یافته باشد دیگر آموختن چیزی از علم کلام برایش لازم نیست و همچنین بازبینی نگاه کردن دلیل ها با واسطه علم کلام، چون علم کلام فلسفه و فلسفه همیشه دلیل آنها هیچ دلیل در نزد آنها پذیرفته نمی شود مگر با عقل و هیچ کس گمراه نشد مگر شریعت رو با عقل خودش وزن کرد. ابو عمرو ابن صلاح میگوید که این امر است که ابتدای این امت صحابگان کرام بر آن اتفاق کرده بودند. ابتدای این امت صحابگان یعنی بر آن اتفاق کرده بودند و بر آن مذهب فقها و اصحاب حدیث همچنین اتفاق کرده بودند. و امام نووی میگوید که اما در اصل واجبات اسلام یعنی که چیزی که اسلام واجب گردانده است و آنچه که مربوط ربط بر عقیده دارد همین کافی است که انسان هر چی پیامبر آورده است تصدیق و اثبات نماید و اعتقادی قوی بر آن داشته باشد. برای انسان ان همین بسنده است که هر شک و تردیدی را از خود دور نماید اگر اعتقاد جازم به کتاب واسطه نماید. و بر هر کسی که این گونه اعتقاد را دارد دیگر برای وی لازم نیست دلیل‌های متکلمین، دلیل‌های اهل کلام، چون اگر این متکلم را نگاه نماییم اهل کلام را نگاه کنیم غالبیت سخن آنها دلیل نیست بلکه کلام است، سخن است، عقل است. آنها میزان شرع را با عقل میگیرند نه با دلیل کتاب و سنت. برای همین تسلیمیت چه در اینجا انسان هر چی که پیامبر آورده است تصدیق نماید و اعتقاد نماید از سالمیت قلبش را پیدا میکنه. و در اینجا نووی سخن زیبای دیگر را ذکر میگه چرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم هر کسانی که به اسلام میگرویدن اسلام می آوردن اساس آنها را عقیده درست رو تعلیم میداد نه کلام رو نه چیز دیگری رو. دلایل رو برای آنها روشن میکرد و خلفای راشدین همچنین و کسانی که در خیر این قرن 3 قرن بودن. و در آخر میگوید که بلکه صحیح و درست آن است که بر آنچه که ذکر نمودیم از بالا که اقتدا و تصدیق کامل از رسول الله برای انسان کفایه میکند. و میفرماید که بسیاری از اصحاب، دوستان و یاران محقق ما نووی میگوید در این مسئله همین راه را انتخاب کردن، اختیار کردن در مجموع. سپس میفرماید مؤلف که و یؤمن بالآثار. آثار این احادیث رسول صلی الله علیه و آله، آثار رسول صلی الله علیه و آله است. ایمان آوردن بر این آثار نصوص کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم، آثار صحابگان و تابعین است. این را آثار میگن. و آثار در سنت راه روش درست است. و انسان در سنت در راه و روش درست نمی باشد تا آندمی که اختلاف را ترک کند، به نصوص کتاب و سنت ایمان بیاورد و از بحث مناظره دوری بجوید. و هر کی سخنش سنت را موافقت نماید از اهل سنت نمی گردد تا تلقی آن را از کتاب و سنت نباشد. از بزرگی منهج اهل سنت و الجماعت در آن است که تلقی گرفتن علم در همه کارهایش این اول کتاب الله، دوم سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، سوم با فهم سلف امت و چهارم این اجماع علما ها. اگر هر کسی که دلیلش این باشد وای در منهج اهل سنت است. شیخ الاسلام می‌فرماید که الله سبحانه و تعالی بیش از در 30 جای قرآن طاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم را بر ما واجب گردانیده است. بیش از در 30 جای قرآن طاعت رسول الله را بر ما واجب قرار داده است. یک دونه 30 جای قرآن از او پیروی و اطاعت را فرمان داده است و مخالفت از پیامبر صلی الله علیه و سلم را بر این امت هشدار داده است، حتی تا آن درجه‌ای که نام خود را با نام پیامبر پیوسته است. در مجموع الفتاوا مجلد 19 چون که الله سبحانه و تعالی می‌فرماید یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، الله را اطاعت کنید، رسول الله را اطاعت نمایید. و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، الله را اطاعت نمایید، رسول الله را اطاعت نمایید. فإن تولیتم فإنما
علی رسولنا البلاغ المبین، اگر شما سرکشی کردید بدرسید که برای این رسول فقط رساندن است، تهدید است، یعنی تهدید است. الله سبحانه و تعالی ذکر نمیشد مگر آن که با او صلی الله علیه و سلم ذکر میگردد. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. گواهی دادن، شهادت دادن بر وحدانیت او، معبودی بر حق جز او نیست، شریک ندارد، و گواهی میدیم محمد رسول الله. در یک روز 5 بار در اذانها روشن بلند گفته می شود نزدیکی شهادت الله بر شهادت رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. پس برای مسلمان جایز نیست با کسی در مورد دین الله جنگ و جدال کند. باید تسلیم تام فرمان الله، فرمان رسول الله بگردد. از هیچ نفر فرمان روایی جایز و روا نیست در آنچه که مخالفت می‌نماید کتاب و سنت را. و الله در قرآن بیشتر آنچه که بر بندگانش امر کرده است این اطاعت و فرمان برداری از رسولش است، چون بعد فرمان الله فرمان رسولش است. اگر در آنچه که شما نیزا و کشما و کشی کردید فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسوله، میگه به سوی الله و رسول الله باز بگردانیدش. الله رسول الله، الله رسول الله. حتی حق نداری فلان 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 بگویی، قول فلان بگویی، این حق را نداری، بلکه کتاب الله و سنت پیامبر مدامی که در دست تو هست. در داون چه فرموده دارد؟ ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. واقعا اگر شما مؤمنی بر الله هستید و روز آخرت ایمان دارید پس به سوی الله و رسول الله باز بگردید در آنچه که نزاع کشمکش شد. و سپس مؤلف رحمت الله علیه میگوید که القرآن کلام الله و لیس بمخلوق. قرآن کلام الله هست و مخلوق نیست. بیان کتاب الله سبحانه و تعالی. کتاب قرآن کلام الله هست و مخلوق نیست. و اهل سنت و الجماعت فرمودن که قرآن کلام الله هست، نازل شده از مخلوق نیست، از او سبحانه و تعالی آغاز شد و به سوی او برمیگردد. و هر کی غیر آن را بگوید، غیر آن چیزی که الله قرآن را کلام الله گفت، کلامش گفت بگوید، کافر است. و کافر کفری که او را از دین اسلام بیرون میکند. صحیفه های ابراهیم علیه السلام و موسی، تورات، انجیل و زبور و غیرها فرقان نامیده می شوند، زیرا اینها کتاب های آسمانی هستند، جدا کننده بین حق و باطل هستند، جدا کننده بین حق و باطل هستند. برای همین همه این کتاب را در عموم فرقان گفته می شود. و اگر لفظی قرآن مطلق ذکر گردید بر آن کتاب است که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم نازل شده است، که با سوره فاتحه شروع می شود، با سوره ناس به اتمام می یابد. و هر کی در حرف قرآن اگر شک کند کافر می گردد و کفرش او را از دین خارج می کند. پس کلام الله را کلام الله می نامند، اگرچه که در صحیفه ها نوشته شده باشد، در قلب ها نگاه داشته شده است، در سطرها نوشته شده است، آیه های آن حفظ شده در کتاب های دیگر نوشته می شود، همه این را کلام الله گفته می شود. و باید اعتقاد و باوری داشت که کلام الله، قرآن کلام الله از حرفها و صداها عبارت است، لفظش و معنایش. این عقیده اهل سنت و الجماعت با دلایل نصوص قرآن و سنت ثابت شده است. قول الله سبحانه و تعالی ولما جاء موسی لمیقاتنا کلمه ربه. چون موسی علیه السلام به میعادگاه ما و وعدگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، با او کلام گفت. و کلمه ربک، با او کلام گفت. سوره اعراف. و قول الله سبحانه و تعالی و ان احد من المشرکین استجارك فاجره حتى يسمع کلام الله. و اگر یکی از مشرکان طلب اجاره کرده، طلب کمک کرده، طلب پناهندگی نمود، فاجره، پس پناهش بده، او را پناه بده، حتی کلام الله را، قرآن را بشنود. در سوره توبه دلیل های آشکار در بیان عقیده اهل سنت و الجماعت در این مورد زیاد است که قرآن کلام الله است و مخلوق نیست. بخاری رحمت الله علیه میگوید که حکم ابن محمد الطبری که از او در مکه نوشتم و برای من روایت کرد و گفت سفیان ابن عیینه به ما روایتی را گفت و اساتید ما، استادهای ما از جمله عمرو ابن دینار را 70 سال چنان یافتم که میگفتند قرآن کلام الله است و مخلوق نیست. قرآن کلام الله هست و مخلوق نیست. این بخاری این را در خلق افعال عباد از طریق ابو احمد الحاکم ذکر نمودند. در بیان شعار اصحاب حدیث در صفحه 37 ابو سعید داریمی میگوید که شنیدم که اسحاق ابن ابراهیم حنظلی میگوید سفیان ابن عیینه گفت که عمرو ابن دینار میگوید 70 سال از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم
و غیر آنها را چنان یافتم که میگفتند یا چنین میگفتند الله خالق است و آنچه که جز اوست مخلوق است و قرآن کلام الله است، از او خارج می شود و به سوی او باز هم برمیگردد. در اسماء و صفات صفحه 245. و بیهقی باشد از طریق ابن راهوی با سندهای صحیح آن را روایت کردند و گفتند اضافه در آن آمده است. اسحاق ابن راهوی رحمه الله گفته است عمرو ابن دینار بزرگترین اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم از جمله اهل بدر و مهاجرین و انصار همچون جابر ابن عبدالله و ابو سعید خدری و عبدالله ابن عمرو و عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن زبیر رضی الله عنهم و نیز دیگران تابعین رحمهم الله تعالی را درک کردند که همگی آن را بلکه ابتدای این امت از تمام صحابگان کرام بر این اعتقاد و باور بودند و در آن هیچ اختلافی هم نداشتند. قرآن کلام الله است. در کتاب بخاری خلق افعال عباد صفحه 33 ذکر شده است. و بخاری رحمت الله علیه میگوید که علی ابن عبدالله ابن مدنی میگوید که قرآن کلام الله است. هر کس بگوید که قرآن مخلوق است کافر است و از پشت سر وی نماز خواندن نمی شود. نماز خواندن جایز نیست. در کتاب رد بر جهمی‌ها صفحه 100. پس کلام الله سبحانه و تعالی دو نوع است. کلام الله سبحانه و تعالی دو نوع است. کلام مسموع میگویند که از الله با واسطه شنیده شد، همان گونه که صحابگان کرام کلام الله را با واسطه رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدند، همان گونه که کلام الله با واسطه قاریان قرآن شنیده می شود، مسموع شنیده شده. دوم کلام بی واسطه، چنان که جبرائیل از الله سبحانه و تعالی شنید. جبرائیل از الله شنید. هیچ خلافی نیست در نزد عقیده اهل سنت و الجماعت که قرآن کلام الله است. قرآن از جانب الله متعال با واسطه جبرائیل علیه السلام با پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شد و الله سبحانه و تعالی با واسطه جبرائیل علیه السلام اندک کلامش را نازل کرد و اینکه جبرائیل علیه السلام از الله شنید و آن شنیده را نازل کرد و اینم تنها با فرمان الله سبحانه و تعالی بود. چون الله میفرماید قل نزله روح القدس، بگو قرآن را روح القدس جبرائیل علیه السلام من ربی که از پروردگارت به حق نازل کرد. قرآن را روح القدس جبرائیل علیه السلام است، از جانب پروردگار بر حق نازل کرد قرآن. لیثبت الذین آمنوا، تا آن کسانی که ایمان آوردند آنها را ثابت بگرداند، و هدی و بشرا للمؤمنین، و هدایت و بشارت برای مؤمنان است این قرآن. و همچنین قول الله سبحانه و تعالی در سوره شعراء نزل به روح الامین، روح الامین جبرائیل علیه السلام این قرآن را نازل کرد. ابن حجر میگوید که آن چیزی که از پیشینیان سلف صالح روایت شده است، از سلف صالح روایت شده است که قرآن کلام الله است و مخلوق نیست و جبرائیل آن را شنید و آن را بر رسول الله صلی الله علیه و سلم با امر الهی فرود آورد و رسول الله این قرآن را بر امتش رسانید. در فتح الباری مجلد 21. و قول مؤلف رحمت الله علیه میفرماید که ولا یدعوف ان یقول لیس بمخلوق، و اینکه گفته شد که مخلوق نیست اعراض و ضعف در قرآن وارد نمیشود. فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق، چون که کلام الله از الله جدا نیست. لیس ببائن منه، از الله جدا نیست. وليس منه شيء مخلوق، و چیزی از صفات الهی مخلوق هم نیست. یعنی از الله کلام الله جدا نمیشود. اینکه جدا شده از الله در غیرش منتقل شود. چون که اهل بدعت از گمراهان میگویند که الله پیش این سخن را گفته است در که جای حفظ شده است و سپس جبرائیل از آنجا آن را آورده است. نه، بلکه جبرائیل مباشرتاً از الله سخن الله را شنید. چون در این را ابن قدامه رحمت الله علیه در لمعت الاعتقاد هم ذکر داوری کرده این موضوع را. برای همین شیخ علامه محدث عبدالله ابن یوسف الجدی میگوید که باید دانست، باید این معنا را دانست که معنای آن گفته میشود که از او خارج میشود، این معنایش آن نیست. شاید این را بعضی از اهل بدعت این سخن احمد را ایراد بگیرن، برای خود حجت بکنن. میفرماید از او خارج میشود آن نیست که صفت کلام از الله متعال جدا شود و در غیرش داخل شود. این معنی را ندارد. حافظ ابو ولید طیالسی میفرماید که قرآن کلام الله است، از الله جدا نیست. و شیخ الاسلام میگوید که این قول سلف که میگویند منه بدا، از او آغاز میشود، منه بدا از او آغاز میشود، مقصدشون این نیست که کلام از ذات الهی جدا میشود و در غیر او حلول میکند، داخل میشود.
شیخ میفرماید که بلکه سایر تمام صفات الله سبحانه و تعالی از او جدا نمیشود و نیز در غیر الله در غیر خودش داخل نمیشود و این جایز نیست. میگوید این گونه سخن گفتن که کلام الهی یا که صفات الهی از او جدا شونده باشد، صفاتش از ذاتش جدا نمیشود. میگوید عبدالمنعم سلیم میگوید که الله سبحانه و تعالی میفرماید و ان احد من المشرکین استجارك فاجره حتی يسمع کلام الله. اگر یکی از مشرکان از تو طلب پناهندگی کرد تو را پناه بیده حتی کلام الله را بشنود، برای شنیدن کلام الله در سوره توبه میفرماید پس آنچه مشرک پناه خواست از قاری خواننده قرآن شنیده می شود. همانطور که خواننده قاری آن را تلاوت می کند کلام الله است که به سوی الله نسبت داده می شود، نه به غیر او. میخلاص کلام الله که ما تلاوت میکنیم این را به سوی الله نسبت میدهیم، نه به سوی غیرش. اما اگر کلام الله از الله جدا می بود، از الله جدا می شد، میگه این را ما به سوی کلام الله نمیگفتیم، به سوی کلام الله اضافهش نمیکردیم، بلکه به سوی مکان یا که به سوی شخص اضافهش میکردیم. ولی که الله چی گفت؟ و این احد من المشرکین استجار فاجره حتی يسمع کلام الله. اگر کلام الله تفکر تدبر در این آیات، اگر یکی از مشرکان طلب پناهندگی طلبید پس بر او پناهندگی بده حتی کلام الله را بشنود. کی از قاری در اینجا؟ پیامبر صلی الله علیه و آله، صحابگان کرام، یک کسی قرائت کننده بعد او. ولی نسبت الی بر این که این رو کسی دیگری میخواند که الله با سوی خودش اضافه کردن، این کلام الله هست که میشنود. رد به اهل بدعت از اینجا. همچنین در آیه قرآنی که انه لقرآن کریم، بدرستی قرآن کریم است، فی کتاب مکنون، این کتاب قرآن کریم است، گرامی قدر است، در کتاب پوشیده در لوح المحفوظ حفظ شده است، لا یمسه الا المطهرون، که جز پاکان از ملائکه ها به آن دست نمیزنند، تنزیل من رب العالمین، که از سوی یا که از جانب پروردگار جهانیان نازل شده است. سوره واقعه میفرماید اگر ما در توجه به این آیات اندیشه کنیم روشن میگردد که کلام الله که وحی است از سوی او نازل شده است، در کتاب مکنون ذکر شده است. همچنین علاوه بر این کتاب الله است و کتاب مکنون هست، در کتاب مکنون است. همچنین در مصحف ها، در قرآن در مصحف ها نیز میباشد. و میفرماید که ما قرآن جز همین کلام عربی نازل شده نمیدونیم و نمیشناسیم، همین است که الله این را کلام خود نامید. این سخن عبدالمنعم سلیم بود در تفسیر این قول الله سبحانه و تعالی. و می‌فرماید که احادیث های صحیح دلالت می‌کند که پیش از فرارسی روز قیامت قرآن از صحیفه ها و از سینه ها برداشته می‌شود. و قول امام احمد رحمت الله علیه که فرمودند از بحث کردن با کسی که در آن بدعت میکند بپرهیزید. در کتاب الله آگاهی امام احمد از بحث کردن با بدعتکار در مورد کتاب الله که صفات الله صحبت می‌نماید سخن میگوید، نابسته از این که او چی دانشی دارد، به خاطر آنه که یکی از بزرگترین علتهای انحراف از حق دور شدن این چرکنی دلها است. در دلها چرکنی پیدا میشه و سپس انسان انحراف روی میگرداند از حق. و امام احمد گفتن که اگر هر کسی که بر مجادله برخیزد در این مورد بگوید ما در دین خود شک نداریم، در دین خود شک نداریم، این سخن رو بگوید. و نقطه دیگری رو از کلام امام احمد بیان میکنیم، با همین درس رو به اتمام میرسونیم. امام احمد فرماید که و ایاک و مناظره من احدث فیه، و بر حذر باش از مناظره با کسی که و مجادله در کسی در مسئله های ذکر شده پیدا کرده است، بدعت پیدا کرده است، سخن گفته است. و من قال باللفظ و غیره، نیز کسانی که در باب لفظ و غیر آن جدال میکنند. و من وقف فیه، یا کسی که در آن توقف کرده است. قال لا ادری، نمیدونم مخلوق او لیس بمخلوق، نمیدونم قرآن مخلوق است یا که مخلوق نیست، این سخن بگوید. و انما هو کلام الله، تو بگو این کلام الله است. و هذا صاحب بدعه، این صاحب بدعت است، این بدعتکار است. مثل من قال، مثل آن کسی است که گفت مخلوق است. کسی بگوید که نمیدونم قرآن کلام الله است یا کلام الله نیست، مثل آن کسی که بگوید مخلوق است. و تاکید میکنه امام احمد انما هو کلام الله لیس بمخلوق، بدرستی این کلام الله است، مخلوق نیست. ابو عبدالرحمن عبدالله ابن احمد رحمت الله میگوید که از پدرم شنیدم که چون در مورد قرآن از او سوال شد فرمود قرآن کلام الله است، مخلوق نیست. عبدالله فرزند امام احمد، قرآن کلام الله است، مخلوق نیست و در مورد آن جدال و بحث کرده نمی شود. و هر کس که در این زمینه که در مورد کلام الله بحث می نماید با او ننشینید از سنت. این بگه که لفظ در جمع مؤلف چی گفت؟ که من قال باللفظ و غیره، هر کی در باب لفظ و غیر آن جدال کنه سخن بگوید. یعنی بگه که لفظ در قرائت قرآن مخلوق است، نمیگه قرآن مخلوق است.
با روش دیگر داخل می شود. میگه که لفظ این از قرائت قرآن مخلوق است. یک قاری قرآن این لفظی که تلاوت میکنه انا همین مخلوق است. میگه که این روش دیگری اهل بدعت است. نتوانستن با آن آشکارا داخل شدن، بعد دیگر راهها داخل میشوند. این دیگری از روش‌های اهل بدعت است. همان کسی که میگه قرآن مخلوق است که آنها پس از آن رسوا شدند. کسانی گفتن قرآن مخلوق است آنها رسوا شدند. سپس پس از آن کسانی پیدا شدند که روش دیگر را ایجاد کردند، به خاطر بدعت خود را رواج دادند و خواستند که بر مقصدهای خود هم برسند و عقیده اعتقاد راه و روش خود را پنهان خواستند بکنند و گفتند که لفظی که هنگام قرائت قرآن از ما خارج میشد مخلوق است، در حالی که امام احمد رحمه الله تعالی و اصحاب حدیث اینها را نزد جهمی گفتند. اینا گفتند اینا جهمی ها هستند، حیله های آنهاست، نیرنگ های آنهاست. عبدالله ابن امام احمد رحمت الله علیه میگوید که از پدرم سوال کردم که آنها یعنی جهمی ها کیها هستند. وقتی که روش بالا را گفتند که لفظی که هنگام قرائت قرآن از ما خارج می شود مخلوق است، دیگر که امام احمد آنها را جهمی ها گفتند و اهل حدیث جهمی گفتند، پس عبدالله امام احمد پرسان شد، از پدرم سوال کردم که آنها جهمی ها کیها هستند و آنها بدتر از کسانی هستند که در مورد کلام الله سبحانه و تعالی توقف میکنند. دو سوال کرد و گفت جهمی ها کی هستند؟ و گفت این کسانی که این سخن را میگویند یا میگن لفظی که میبرد و مخلوق است. گفت که آیا اینها بدتر از آن کسانی هستند که قرآن مخلوق میگویند؟ امام احمد گفت این قول جهم است، همین سخنی که لفظی که هنگام قرائت قرآن از انسان میبرد گفتن چی است؟ این مخلوق است. سه سوال کرد آیا این قول سخن جهم است؟ امام احمد میگه این سوال ها برای احمد بسیار گران آمد، دشوار آمد و گفت این کلام جهم است، این کلام جهمی ها است. در سنه مجلد 2 صفحه 80 اینها را واقفه میگویند. در جای امام احمد چی گفت؟ گفت که لا ادري مخلوق او ليس بمخلوق. بعضی از مردم توقف میکنن، نمیگن این مخلوق است که مخلوق نیست، توقف میکنن. اینها را واقفه میگویند. واقفه کسانی هستند که گفتن که قرآن کلام الله است اما توقف کردند، توقف میکنن، میایستند. اونا توقف کردند و گفتن که نمیگویم مخلوق است و نیز نمیگویم که کلام الله است و گفتن امام احمد اینا از اهل بدعت هستند، اینا هم رویشون سیاه کرده است، اینا همون روسیه ها هستند و فرمودن که کسی از آنها جاهل است باید سوال کند، کسی از آنها جاهل است باید سوال کند، بپرسد اهل علم. و کسی از آنها معروف بر کلام است جهمی است و جهمی است. عبدالله امام احمد میگوید که شوندم که پدرم در مورد واقفه سوال شد. تو واقفه کی است؟ نمیدیدم قرآن کلام الله است یا که قرآن مخلوق است یا کلام الله است. در مورد آنها از امام احمد سوال کرده شد. در پاسخ گفتن که کسی که در مورد کلام الهی مجادله و مشاجره کند با آنها مشاجره کند در این مورد و این انسانی که مجادله و مشاجره اگر با کلامش نقطه شود، با علم کلامش نقطه می شود، جهمی است گفتنش. اما کسی که معروف نیست بر کلام از وی دوری کرده می شود و بر وی رسانده می شود تا که از این دیدگاه خود، از این عقیده خود بازگردد. و کسی که در علم آگاهی ندارد سوال کند گفتن. و عبدالله ابن امام احمد میفرماید، میگه باری احمد گفت که پدرم گفت که آنها بدتر از جهمی هستند. در سنه صفحه 233 بلکه بدتر از چی هستند؟ بدتر از جهمی هستند. اجوری رحمت الله علیه میفرماید که از ابی داود سیجستانی رحمت الله علیه روایت است که شوندم از احمد رحمت الله سوال شد، از احمد سوال شد آیا اجازه هست و رخصت است که در بیان آنها بگوییم که قرآن کلام الله است سپس سکوت کنیم، سکوت را اختیار نماییم؟ امام احمد فرمودند که چرا ساکت میشوند، چرا خاموش میکنند؟ اینکه در مورد اینکه در کلام الله شک دارن که خاموش میستند، چرا سکوت میکنند، چرا خاموش میستند؟ اگر مردم دوچار فتنه خلق قرآن نمیشدند، برای وی گنجایش سکوت بود. اگر مردم در این فتنه گرفته نمیشن، برای اگر سکوت رو اختیار میکرد برایش جایز بود، روا بود. ولیکن هنگامی که مردم دوچار فتنه خلق قرآن شدن، نباید سکوت رو اختیار نمود. اما زمانی گفتن آنچه گفتن در بیان خلق قرآن، گفتن چرا دیگر این هنگام سخن نمیگویند؟ باید سخن بگویند. الی اجری در اشری ذکر نمودند. از این سخن امام احمد ما فایده میبریم که هنگامی که فتنه در بین مردم، هنگامی که بدعت های در بین مردم منتشر میشد، نباید انسان خاموش ایستاد، باید این فتنه ها رو ذکر کرد و رد کرد، چون خاموشی اینها سببی از بین رفتن سنت و هلاکت امت میگردد. و محمد ابن عبدالله میگه که با ما گفت، احمد با ما گفت، عبدالله ابن احمد با ما گفت، ابو عبدالله سلمی به من خبر داد و گفت از اسحاق ابن سلیمان پرسیدم، یکی الرازی درباره قرآن و گفت قرآن کلام الله متعال است و مخلوق نیست. و به من گفت اگر بگویم قرآن کلام الله عز و جل است و نگویم که مخلوق است یا غیر مخلوق است، همین قدر بگویم، یعنی به سکوت رو اختیار نماییم. میفرماید که پس بر من جواب داد و گفت میان ما و آنها یعنی جهمی ها فرقی نیست دیگر.
اینکه در زمانی که اگر که هر در یک مسئله فتنه شد، مثلا در بیان مسئله خلق قرآن در زمان امام احمد ابن حنبل، باید همین گپ گفته باشد که قرآن کلام الله است، با خاموش نیستی، بلکه بگویی که غیر مخلوق است. اگر ما از همین سخن اگر استنباط نماییم یک کلامی رو، در هر زمانی که هر بدعت منتشر می شود، پهن می شود، آن بدعت رو علاوه بر این که رد میکنی، با خلاف آن را سنت رو ذکر می نمایی، تا که مردم هنگام بدعت رو ترک کردن به سوی سنت راهنمایی شوند. پس میگن گفت جهمی، پس فرق بین اینها و جهمیه ها هیچ فرقی نیست. گفت میگه که در این هنگام، پس بعد این من میگم این رو با امام احمد گفتم، همین سخن رو که گفت که فرق بین اینها و جهمیه هیچ فرقی نیست، فقط بگید قرآن کلام الله است و نگید که غیر مخلوق است. اینجا خاموش میشد. میگه این سخن بس به نزد امام احمد اومدم و از احمد پرسیدم. امام احمد میگه به من گفت الله ابو یعقوب رو بنکی پاداش بدهد. منظور سخن وی را که قبول کنید سخنش درست شمرید، بر او ابو یعقوب رو الله پاداش بدهد. شرح اصول اعتقاد اهل سنت و جماعت اللالکایی در مجلد اول صفحه 444 کشیده است. احمد ابن عبید رحمت الله میگه که محمد ابن حسین به ما گفت، احمد ابن زهر به من گفت، ابن ابی کریمه به من گفت، من شنیدم که ابن سوار و عبدالعزیز ابن قریشی میگوید قرآن کلام الله است و هر کی دعوا کنه که مخلوق است کافر است. شرح اصول اعتقاد اهل سنت و جماعت از لالکایی. از یحیی ابن یحیی نیساپوری میگه مخمون نیشاپور میگه نیشاپوری روایت است که گفت هر کی ادعا کنه که قرآن مخلوق است کافر است. در شرح اصول سنت از امام لالکایی. ابوبکر محمد ابن عمر الخطیب میفرماید که بر ما نقل کرد که گفت ابوبکر احمد ابن یعقوب به ما گفت، احمد ابن اسرم ابن حزیمه به ما خبر داد، من حسین ابن حیان را شنیدم از ابو عبید القاسم ابن سلام شنیدم که میفرماید هر کی گوید که قرآن مخلوق است بدتر از کسی است که بگوید الله بر حق سومین سه است. یعنی کسی که بگوید که قرآن مخلوق است از نصارا ده بدتر است که عیسی رو پسر خدا میگن. علی ابن مدنی رحمت الله علیه میگوید که قرآن کلام الله است و کلام الله سبحانه و تعالی مخلوق نیست. در شرح اصول اعتقاد اهل سنت و جماعت از لالکایی مجلد اول صفحه 454. این بود در بیان قرآن کلام الله است و مخلوق نیست. در این درس رو بهتون میرسونم. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک. اگر درس دیگر زنده و سلامت باشیم، ایمان به دیدار الله سبحانه و تعالی در روز قیامت از کلام امام احمد ابن حنبل و علماهایی که در این مورد شرح داده هستند صحبت خواهیم کرد در مورد دیدار الله سبحانه و تعالی در روز قیامت و مسائلی که بعد این می آید. سبحانك اللهم و بحمدک.